اینجا دوشنبه گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می‌کنیم. شنوندگان گرامی، حالا رادیو سپکتاکل راوی حکایت می‌کند را که به قلم جمشید رحمتوف تعلق دارد به توجه شما پیشکش می‌کنیم. موضوع سپکتاکل به حیات و فعالیت ایجادی متفکر، فیلسوف و شاعر بزرگ کلاسیک فارس تاجیک حکیم عمر خیام بخشیده می شود. رول‌ها را هنرمندان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحد اجرا نمودند. برنده عبدالقادر منیازف. اولی فصل بهار در ماه حمل سال 1040 در نیشاپور طفلی به دنیا آمد. پدری خیمه‌دوزش به او عمر نام نهاد. قسمت به این طفل که حالا به ناز خفته است عمری بر دوامی هدیه کرد، ولی عمری او پر از شیب و فراز بود. ای مادری مشفق، تو این طفل را که حالا به ناز و مهربانی می پروری، پس از مدت به اختیار تقدیرش آن دسیسه فتنه‌گر، آن مکاره خودکام و خودرأی می سپاری. گفتمش چیست مثال این دنیا، گفت زال کشیده خال چند. این زال خط و خال کشیده جوانی پر امید را با جلوه های سراب هستی، نشأه دنیای نظر فریب عمر سرگردان می کند. به او عقلی رسای عطا می نماید تا که به این جهان به چشم خرد بنگرد. او علامه دوران خود می گردد، در علم و فن کشفیات های بزرگ می کند، ولی کشف بزرگترین او طبیعت انسان است. او انسان را کشف می کند، انسانی که شریفترین وجود این دنیاست، انسانی که گه فرشته است و گه ابلیس، گه زیباست و گه منفور. بخسب ای شیرخواره. پس از سالهای سال، بعد از آن که آوازه خردمندیت به بحر و بر پهن می شود، بعد از آن که ملک شاه سلجوقی با تقاضای وزیر اعظمش نظام الملک تو را از نیشاپور به پایتخت سلجوقیان به اصفهان می خواند، آنجا تو رصدخانه بنا می کنی، ما و تو باز وا می خوریم. تو را در این رصدخانه در احاطه اسباب نجوم، در پهلوی شاگرد وفادارت اسفزاری خواهیم دید.
مژدگانی دید استاد. ماهی نو برآمد. با تو هم مبارک باشد اسفزاری. تشکر. فردا بامداد امام شهر مردم را از در رسیدن اول محرم سال نو آگاه خواهد کرد. پارسال محرم اولی تابستان رسیده بود. امسال در آخری بهار. بله دوستم، یاد دارم که پارسال اول ماه محرم معماران انشای گنبد رصدخانه ما را به انجام رسانده بودند. شباز میکردیم در روی فرش خالی 4 طرف خشت بود و گل و لای. انا این سال از رصدخانه دوری های فلکیات را نظاره میکنیم. Что, Мишин ми? رفتیم خیلی.